سلام. 7 سال از تشکیل تیم ملی فوتبال زنان افغانستان میگذره. بهترین نتیجه‌ای که این تیم گرفته سال 2012 بوده که در مسابقات قهرمانی جنوب آسیا تونسته به مرحله نیمه نهایی راه پیدا کنه. تیم ملی فوتبال زنان ماه گذشته با 20 بازیکن و 6 مربی کادر فنی بار دیگر در مسابقات قهرمانی جنوب آسیا شرکت کرد، اما نتونست موفقیت‌های سال 2012 رو تکرار کنه و این مسابقات رو با شکست سنگین از حریفانش مثل بنگلادش، مالدیو و هند در مرحله گروهی ترک کرد. بعد از این شکست‌ها فدراسیون فوتبال افغانستان این تیم رو ملحق کرده تا به زودی تیم تازه‌ای با ساختار و بازیکنان تازه تشکیل بده. 9 بازیکن تیم قبلی از میان افغان‌های مقیم ایران، آمریکا و اروپا بودند و 11 بازیکن دیگرش از باشگاه‌های فوتبال در داخل افغانستان برگزیده شده بودند. امروز می‌خوایم نظر شما رو درباره عملکرد تیم ملی فوتبال زنان افغانستان بپرسیم. به نظر شما دلیل شکست‌های اخیر این تیم چی بوده؟ شما فکر می‌کنید با تغییر بازیکنان و مربیان تیم ملی فوتبال زنان بتونه نتیجه بهتری به دست بیاره؟ و برای استعدادیابی در زمینه فوتبال زنان افغانستان و علاقه‌مند شدن و علاقه‌مند کردن زنان به رشته فوتبال در این کشور باید چه کارهایی انجام بشه به نظر شما؟ راه تماس با برنامه این هاست. میتونید به ما ایمیل بزنید، میتونید با وبکم بیاین توی برنامه، تلفن و اس هم هست. کافی شماره های ما رو داشته باشید. الان اونها رو روی صفحه تلویزیونتون ببینید. 2044 207 765 2077 و 2044 207 765 2078. میتونید برای ما SMS بفرستید به شماره 2044 7894 62 11 19 و ایمیل برنامه هم هست shoma@bbc.co.uk. روی فیسبوک و توییتر هم میتونید این بحث رو دنبال کنید. شناسه توییتری ما هست @bbc_persiansport. امروز هاجر ابوالفضلی کاپیتان سابق تیم ملی فوتبال زنان افغانستان از کابل با ماست. خیلی خوش اومدین خانم ابوالفضلی. خوش باشین. سلام بر شما و تمام بینندگان تلویزیون BBC. ممنون. اجازه بدین بحث رو با بیننده هامون شروع کنیم. خانم ابوالفضلی، با طیبه از مزار شریف صحبت میکنیم. نفر اول معصومه از قندهار هم به جمع ما میپیونده. خانم طیبه، شما فکر میکنید که نتیجه‌ای که تیم فوتبال زنان افغانستان اخیراً در مسابقات قهرمانی جنوب آسیا به دست آورده چرا به خوبی بازی‌های گذشته‌اش نبود؟ با سلام خدمت شما و مهمان عزیزتان. یک چند علت تکنیکی که ما دیده میشه در اینجا به نظر عوام، یکی بود که عدم هماهنگی بین بازیکن‌ها بود. چیزی که ما شنیدیم و اطلاع داریم این بود که بازیکن‌ها به حد کافی با هم دیگه مچ نبودن، نتونسته بودن، یعنی زمان کوتاهی رو در اردوها با هم دیگه بازی کردن، نتونسته بودن با هم دیگه مچ بشن و بازی خوبی رو پیش ببرن. و دیگه این بود که بچانسی آوردیم مسئولیت بازیکنان ما بود که یا شاید آمادگی جسمانی بازیکنان بود که مسئولیت ها رو بیشتر بالا برد به نظرم. یکی دیگه هم در قسمت عدم صداقت بود و در نظر گرفتن واسطه ها بود. یک جوری بازیکنایی که انتخاب شده بودن یا بازیکن داخلی شایسته سالاری نشده بود. بیشتر فکر میکنم به واسطه ها خیلی تاثیر گذاشته بود سر از اینا و به سر انتخاب اینا. خب فکر میکنید شما وظیفه فدراسیون فوتبال افغانستان الان چی هست که این تیم سر و سامون بیشتری بگیره؟ آیا باید بیشتر مثلا بازی‌های تدارکاتی برای تیم قبلی میذاشت؟ بفرمایید. بله، فدراسیون اشتباه خودش رو فهمیده و فکر میکنم به همین علت بود که تیم رو منحل کرد و دوباره فکر میکنم پای به اشتباه خودش برده و در نظر داره که شاید اصلاحات رو بیاره و به اینطور حرکات در افغانستان مثل یک پروژه وار دیگه میشه برش. واقعا راهکارهایی که باید ایجاد میشد ایجاد نشد، باید بنیادی عمل میشد، نه که یک باره در جامعه سنتی افغانستان، در جامعه سنتی وطن من، این واقعا کار فعلا پذیرش اینو نداره که فوتبال بانوان به طور مستقیم و زنده پخش بشه. فعلا پذیرای این نیست، نمیتونه این را قبول کنه. اگر یک نکته مثبت داشته باشه حتما چندین نکته منفی دیگه به دنبال خودش میاره. پدرایی هستن که فکر نمیکنن که همین آزادیایی میتونه دخترها داشته باشن و این فکر میکنن اگر پیشروی دختر خود نگیرن شاید به این آزادی‌ها برسه و بیشتر در قیودات میمونن دخترها را.
این چند نکته بود که به ذهن من میرسید. ممنون از شما خانم طیبه. اجازه بدیم بحث رو با معصومه از قندهار ادامه بدیم. خانم معصومه، تو ولایتی که شما زندگی میکنید اگه دختر خانمی یا یه خانمی علاقه‌مند باشه که فوتبال بازی کنه، چه امکاناتی واسش وجود داره یا چه محدودیت‌هایی پیش پاش است؟ بله، سلام عرض میکنم خدمت شما بیننده های محترم شبکه شما، همچنان مهمان عزیز برنامه شما. باید خدمت شما عرض بکنم که متاسفانه در ولایت ما، ولایتی که از تمام ولایت های افغانستان گفته میتونم که پسمانده تر هست، جایی که حتی خانم ها نمیتونن به صورت باز یا بدون بغره از خانه براین، خب مسلم هست که با چقدر قیوداتی روبرو هستند که بتونن یک تیم فوتبال داشته باشن و در عرصه ورزش بتونن پیشگام باشن و حرکت بکنن. متاسفانه ما علنا میشنویم از ملاهای مسجد یا از مردهایی که در جامعه ما هستند که این کار کلا خلاف شرع هست برای زن. هیچ گونه زمینه برای ورزش خانم ها در ولایت ما وجود نداره، در صورتی که ما چند نفر از خانم والی صاحب قندهار هم در بحثایی که داشتیم خواستیم تا باشگاه‌های ورزشی برای خانم ها آماده باشه، چرا که از نگاه صحی یک امر مهم هست ورزش. خب حالا خانم معصومه، امکانات در ولایت شما وجود نداره، ولی چقدر این علاقه‌مندی در زنان وجود داره که حتی ورزش‌های مخصوص بانوان رو دنبال کنند؟ مثلا رسانه‌های مختلف ممکنه حتی فوتبال زنان رو به صورت زنده پخش کنه. چقدر علاقه و اشتیاق رو می‌بینید شما در زنان دور و بر خودتون؟ بله، خب دختر خانم هایی که در لیسه های مختلف قندهار هستند، اونها که وقتی در مکاتب میریم و میبینیم که اونها با شور و اشتیاق زیادی این برنامه یا این پروسه رو دنبال میکنن و بسیار ظرفیت ها و استعدادهای خوبی از خود نشان میدن، این ما رو امیدوار میسازه. اما متاسفانه محدودیت و قیوداتی که در جامعه ما هست مانع از این میشه که اونها بتونن پیشرفت بکنن. و ما همراه عزیز هر پیشتر ما که به تماس شدن از مزار واقعا هم نظر هستم که جامعه سنتی و مرد سالار ما مانع از این میشن که فامیل ها اجازه بدن دختر خانم های اونها در میدان بازی باشن یا در تیم های که بازی میکنن عضویت داشته باشن و برای مسابقات جهانی آماده شدن، یا حتی در داخل کشور خود ما متاسفانه قیودات به نهایت زیاد هست. ممنون از شما خانم معصومه. برگردیم پیش مهمون برنامه‌مون خانم ابوالفضلی، کاپیتان سابق تیم ملی فوتبال زنان افغانستان. خانم ابوالفضلی، نظر دو تا بینندمون رو شنیدین. طیبه در مورد دلایل شکست تیمی که شما قبلا توش بازی می‌کردین اظهار نظر کرد. معصومه هم در مورد حالا اشتیاق بانوان یا مشکلاتی که پیش روشون هست. در مورد دلایل شکست تیم ملی فوتبال زنان افغانستان لطفاً شما بیشتر توضیح بدین. قبلا بهتر خوب بازی می‌کردین، اخیراً اونقدر نتایج درخشانی رو به دست نیاوردیم. یقینا ما در سال 2012 که در جنوب آسیا در کشور سریلانکا برگزار شده بود، ما توانستیم یعنی در نیمه نهایی صعود بکنیم و بتونیم پاکستان 4-0 شکست بدیم و با مالدیو مساوی بکنیم. مگر متاسفانه در 2014 که ما در این مسابقات اشتراک کردیم، عدم پیروزی ما و یعنی شکست خوردیم، یعنی علتهای خیلی زیادی وجود دارد و خواهر ما که از مزار تماس گرفته بودن و صحبت کردن، بعضی صحبت‌هایشان دقیق بود، یعنی بیشترش هم رد میکنم، چون که در 11 بازیکنی که از ولایت کابل انتخاب شده بود هیچ گونه واسطه‌ای وجود نداشت. ما لیگ برتر برگزار کرده بودیم، مسابقات زمستانی و بهاری داشتیم، اونا رو برگزار کردیم و از اون مسابقات ما چهره‌های برتر انتخاب کردیم و یعنی طرف پاکستان رفتیم و 9 بازیکنی که از اروپا و آمریکا، یعنی از کشور ایران، یعنی از آسیا با ما آمده بودن و یعنی یک جا شده بودیم، اونا هم هیچ گونه واسطه‌ای وجود نداشت. همه اونها بر ما یعنی اطلاع داده بود که یعنی ما فوتبال میکنیم در لیگ های کشورهایی که یعنی هلند، دنمارک، یعنی ما در اون کشورها بازی میکنیم، ما اونا رو دعوت کردیم. مگر عدم پیروزی ما این بود که ما هماهنگی با دیگر نداشتیم، یعنی قبل از مسابقه ما با دیگر اصلا تعارفاتی نداشتیم، یعنی شب فرداش که یعنی افتتاحیه مسابقات بود، ما شبش با دیگر آشنا شدیم و دیگر را دیدیم. یعنی شکست ما این بود که یعنی ما هماهنگی
هماهنگی بازیکن‌ها اصلا هماهنگی با دیگر وجود نداشت و فکر میکنم این عدم شکست ما بوده و علت‌های گوناگون دیگری هم وجود داره که فکر میکنم که همه مردم ما میدانن که یعنی ما افغان‌هایی که یعنی دخترانی که آمده بودن با خیلی از مشکلات داشتن، پشت سر هم گذاشتن و آمدن این مسابقات پیش رو کردیم و این شکستی که یعنی در مقابل بنگلادش داشتیم و در مقابل مالدیو و مخصوصا در هند که یعنی ما با 12-0 شکست خوردیم. این علت وجود داشت که بازیکن‌ها با دیگر هماهنگی نداشتن. خب خانم عدم هماهنگی دلیلش چی بود؟ این بود که بودجه لازم برای برپایی بازی‌های تدارکاتی نبود یا اینکه ناهماهنگی بود که شما در روز آخر تونسته بودین هم تیمیاتون رو ببینید؟ دلیل اصلی ناهماهنگی کجا بوده به نظر شما؟ تمام کشورهایی که یعنی در این مسابقات همه که مسابقات برگزار میکنن قبل از بازی ها یک مسابقات دوستانه می داشته باشن، یک کمپ تمرینی برگزار میکنن که مخصوصا فدراسیون فوتبال بر مردا وقتی که در جنوب آسیا اشتراک میکردن چندین مسابقات دوستانه تحریزی کرده بودن و 2 تا کمپ گرفته بودن، کمپ در شهر دبی و در شهر قطر یعنی برگزار کرده بودن. مگر در بخش خانما نتونستن یعنی یک کمپ تمرینی را ایجاد بکنن. ما بتایم در کمپ تمرینی از سراسر بازیکنانی که میخواین یعنی اشتراک بکنن در مسابقات یعنی بیاین و مسابقه داشته باشیم با همدیگر یعنی تمرین بکنیم تا بتونیم یکدیگر را ببینیم و آشنا شویم با فوتبال دیگر. ممنون از شما خانم ابوالفضلی. حالا باز بیشتر سوال‌های جزئی‌تری از شما می‌پرسیم. از بیننده‌هامون فعلا خداحافظی کنیم، بریم سراغ چند تا از نظرهایی که شما برای ما فرستادین و نوشتین. خب یه سری از بیننده‌هامون نظرهاشون رو فیسبوک BBC فارسی نوشتن. سمیه گفته وقتی بازیکنان با هم تمرین نداشته باشن نتیجه همین میشه. اکثر بازیکنان از کشورهای دیگه اومده بودن و با هم دیگه و سبک بازی هم آشنایی نداشتن. برای عملکرد بهتر باید اردوهای تمرینی گذاشته بشه. رویا برامون نوشته بهتره که همین تیم فعلی رو تقویت کنن، به اونها آموزش فنی بدن و نکات مثبت اونها رو تقویت کنن تا اینکه بخوان چهره‌های تازه‌ای وارد تیم کنن. میترا هم برامون نوشته دلیل ناکامی فوتبال زنان دست کم گرفتن نقش زنان در جامعه کنونی افغانستانه. من یک دختر هستم و نمیتونم به تنهایی از خونه بیرون برم. پدرم میگه شرایط خرابه و از این قسم حرف‌ها. خب بریم سراغ بیننده هامون. دوباره تهمینه از نروژ باش صحبت میکنیم. معصومه از کابل به جای ما میپیونده. خانم تهمینه، الان یه سری از بیننده هامون که نظرشون رو من خوندم عقیدهشون این بود که نباید منحل میکردن تیم رو و با همین بازیکنایی که وجود داره تمرین های بیشتری میکردن، کادر فنی رو تقویت میکردن و تا بتونن نتیجه بهتری در آینده بگیرن. شما نظرتون چه؟ فکر میکنید منحل کردن تیم راهکار مناسبی هست یا اون با هم نظرین با اون نظری که بیننده‌مون گفته بود؟ سلام تقدیم میکنم خدمت شما و خدمت بیننده های شما. خب طوری که همه ما میفهمیم در جامعه سنتی افغانستان ورزش موسیقی برای خانم‌ها یک پدیده بسیار نو است. هنوزم مثلا اگر دخترها ورزش میکنن، اگر دخترها آوازخوانی میکنن، خب در مقابل نظرات مختلف قرار میگیره، نظرات خوب هم نظرات بد. خب فعلا ما فکر میکنم که این یک دستاورد بسیار بزرگ است برای ما که ما تیم ملی فوتبال داریم و دختران بسیار نیستن که حتی در مقابل کشورهای چند کشور اینا شکست بدن و اینا یک تیم داریم که یعنی یک دخترها هست. ما فکر نمیکنم باید این تیم منحل میشد. خب چون تعریف میکنم چند تا از بازیکنان این تیم از کشورهای مختلف بودن و در افغانستان آمده بودن. ما قدم فکر میکنم که اینا هماهنگی نداشتن، تمرینات زیاد نداشتن و خب مربی ها هم شاید کوشش خود کرده باشن، اما من فکر میکنم که دختر خانم ها با باشگاه های خیلی خوب و مربی های خیلی که دخترها رو بتونه به طور حرفه‌ای که دخترها چطور بتونه که فوتبال بازی کنه به اینا باید ارائه شود و دیگه میگه این تیم نباید منحل میشه، باید سپورت میشه. اما باز هم که این تیم منحل شده باز هم بازیکنای انتخاب شده که خب تمرین بیشتر داشته باشن علاقه بیشتر با فوتبال داشته باشن و هماهنگی خوب بین تیم وجود داشته باشه. خب با خانم معصومه از کابل بحث رو ادامه بدیم. خانم معصومه، شما چقدر موافق منحل کردن تیم ملی بانوان افغانستان بودین یا فکر میکنید چقدر باید روی بحث‌های فنیشون بیشتر کار میکردن یا ساپورت مالی بیشتر میکردن که بتونه همین تیم نتیجه بهتر بگیره در آینده؟ با سلام خدمت شما و بینندگان عزیز و محترم. معصومه سازوس حسینی هستم، لیسانس تربیت بدنی و مسئول یک مجتمع ورزشی هستم برای بانوان.
ما میتونیم که بحث وسیع‌تر بکنیم. ببینید مشکلاتی که در بخش ورزش بانوان هست خصوصا فوتبال، اولتر از همه عدم سرمایه‌گذاری دولت هست در بخش ورزش خصوصا ورزش بانوان. بعد از اون ما مشکلات که بعد از بخش سرمایه‌گذاری داریم، مشکلات برنامه‌ریزی، پلان‌گذاری و مشکلات فنی داریم و مشکل سوم همین بخش فرهنگی و اجتماعی هست که دخترای افغان دارن. زمانی که من بر حسب تجربه میگم، زمانی که یک دختر خانمی با صرف نظر از مشکلات اجتماعی و فرهنگی که در جامعه موجود هست علاقمند میشه به ورزش مثلا فوتبال، وقتی که دوامدار تمرین میکنه، البته با در نظر داشت از که ما باشگاه‌های ورزشی بسیار کم و محدود داریم، وقتی که ورزش میکنه به تمرینات مراجعه میکنه، میره تمرین میکنه، زمانی که میبینه که برنامه‌های منظم نیست، برنامه‌ریزی در بخش ورزش نیست، مسابقات نیست، لیگ نیست، خب بعد از یک مدت زمان دلسرد میشه. حالی فکر کنید یک تعدادی از خانم‌ها عملاً اشتراک کردن، تمرین کردن، زمانی که برنامه‌ریزی نباشه، مسابقات نباشه، در یک مدت زمان دلسرد میشه. و خیلی کسایی که مثل همین دختر خانم‌هایی که رفتن در مسابقات اشتراک کردن و نتیجه خوبی هم ندادن، تمام این مشکلات اگر در نظر بگیریم خود اینا باعث میشه که خب نتیجه خوبی ندن. وقتی که ما لیگ داشته باشیم، مسابقات داشته باشیم، من مطمئن هستم که در جمع دخترای افغان ما استعدادهای بسیار خوبی داریم، اما باید کار شود. تیم‌های دیگه اگر نتیجه میدن دلیلش این هست که خانم معصومه، به نظر شما فدراسیون چطور میتونه این استعدادهایی که شما بهش اشاره کردین رو شناسایی کنه؟ آیا این بازی‌ها یا مسابقاتی که شما هم بهش اشاره کردین به صورت خصوصی برگزار میشه کافی هست برای فدراسیون که بخواد این استعدادها رو شناسایی کنه، یا نه خودش باید یه سری برنامه‌ریزی و راهکارهایی داشته باشه برای شناسایی و تربیت استعدادهای جدید؟ ببینید ما خود ما سالانه از طرف همین مجتمع ما سالانه مسابقات برگزار میکنیم در بخش بانوان. این مسابقات با خوشبختانه توجیه مطرح شده که خیلی از ورزشکارای ما افغانستان خیلی علاقه‌مند هستن که به این مسابقات خود برسانن و اشتراک بکنن. باید همچین مسابقاتی باید زیادتر از این باشه که تا که ما بتونیم دخترای جوان بتونیم جذب بکنیم در رشته‌های مختلف. ما استعداد داریم، متأسفانه برنامه‌ریزی باید بشه و برنامه‌ریزی‌های ما هم نباید کوتاه مدت باشه، بلند مدت باشه که ما بتونیم نتیجه‌های خوبتر و خوبتر ببینیم. من مطمئن هستم در هر رشته ورزشی خصوصا همین فوتبال ما استعدادات داریم، اما باید یک برنامه‌ریزی درست. شما بیشتر مد نظرتون هست که برنامه‌ریزی باید توسط فدراسیون فوتبال افغانستان شکل بگیره و انجام بشه. خانم ابوالفضلی، شما نظرتون در مورد انحلال تیمی که توش بازی می‌کردین، تیم ملی فوتبال زنان افغانستان چیه و اینکه به نظرتون چه راهکارهایی باید اجرایی بشه تا تیم جدید بتونه نتیجه بهتری بگیره؟ تا جایی که همه صحبتایی که هر دو بانو کردن یعنی دقیق بود، یعنی خانم معصومه واقعا یعنی صحبتایی کردن که یعنی واقعیت داره، یعنی در بخش ورزش زنان هیچ سرمایه گذاری وجود ندارد، یعنی اگر هست او خیلی محدود است و او هم ناچیز است و بازیکنانی که یعنی میآیند و علاقمند هستند که ورزش آغاز بکنن و یا مخصوصا که فوتبال بکنن، هیچ گونه تشویق و هیچ گونه امتیازاتی بهشان وجود نداره تا بتونن مثلا اینا فوتبال آغاز بکنن، با چه هدفی، با چه امکاناتی، با چه تشویقاتی که یعنی اونا بتونن ادامه کار بکنن. با اینکه فدراسیون فوتبال تیم ملی بانوان را بعد از کسب نتایج خود یعنی منحل کردن، یعنی لغو نکردن، فعلا او به تعلیق هستن که تا بتونن با یک ساختار جدید، با برنامه جدید اونا رو دوباره میخواین یک لیگ برگزار بکنن که سراسری باشه، که ولایت هایی که یعنی فعلا فعالیت دارن که ولایت هرات، بلخ، سرپل، غور، بامیان، تمام اینها فعالیت دارن و اونا تشکیلات دادن، یعنی فوتبال زنان در این ولایت فعال هست. میخواین یک لیگ سراسری بگیرن و برگزار بکنن تا بتونن که از تمام نقاط افغانستان بازیکن‌ها را جذب بکنن و استعدادهای برتر و در ماه بعدی با ساختار جدید میخواین پس دوباره معرفی بکنن تیم ملی را و فعالیت‌های خود را آغاز بکنن. این که فدراسیون فوتبال به خاطر آینده های
فوتبال زنها چه برنامه را تحریزی میکنن و چه پروگرام هایی را میخواین برگزار بکنن او بر خودشان یعنی مربوط هست و شاید فکر میکنم وقت فوتبال پایه را بیشتر سرمایه گذاری بکنن، چون که برای آینده ها یعنی او مهم است که ما بتونیم تیم 12 سال و 13 سال برگزار بکنیم، یعنی فوتبال پایه را تا ما یعنی با اونا سرمایه گذاری بکنیم که تا سالهای آینده و این دستاوردهای از اونا را داشته باشیم. ممنون از شما و تیم فعلی که فعلا هست. بله بفرمایید جملتون کامل کنید، من برم سراغ نفر بعدی. تیم فعلی که داریم یعنی خیلی خوب هستن و اینا را نخواهیم از دست داد و بخاطر که سرینا چندین سال یعنی سرمایه گذاری شده و اونا فوتبال کردن. ان شاء الله در وقتی که تیم جدیدی که تشکیل بشه این بازیکنان قبلی که هست حضور خواهند داشت. ممنون از شما خانم ابوالفضلی. من با تخمینه از نروژ خداحافظی کنم، جاشو بدم جبار از بغلان. آقای جبار، به نظر شما فدراسیون فوتبال افغانستان برای اینکه بتونه استعدادهای جدیدی رو در زمینه فوتبال زنان افغانستان پیدا کنه و تشویق کنه به نوعی زنان رو برای اینکه به این ورزش رو بیارن، باید چیکار کنه؟ تشکر البته جوار گریسم زبان افغانستان. تشکر از شما، از برنامه شما. باید بگویم که افغانستان چون ما شرایط قانونی افغانستان را مقایسه کنیم، افغانستان بسیار شرایط بدی روان است. افغانستان خیلی استعدادهای خاص در خصوصا خانم‌ها در فوتبال خیلی رشد قوی دارن، با انرژی خاصی که ندارن بتوانند فوتبال خاص کنند. اما به دلیل ناامنیت در افغانستان باعث شده که سطح فوتبال زنان در افغانستان کاهش کرده و همچنان ما سالهای 2012 اگه باید مقایسه کنیم خیلی افغانستان رشد سریع شده. پس شما بیشتر به مسئله امنیت دارین اشاره میکنید و اینکه این مسئله ممکنه مشکلی برای بیشتر شدن علاقه زنها به فوتبال باشه. متاسفانه صدای جبار خوب نبود، من باش خداحافظی میکنم. با احمد ضیا از بدخشان بحث رو ادامه میدیم. آقای احمد ضیا، شما فکر میکنید که چه کارهای تشویقی باید در زمینه فوتبال زنان انجام بشه در افغانستان که خانم‌های بیشتری به این ورزش رو بیارن؟ به نظر من کارهای تشویقی که صورت میگیره باید به وقت در دیگه ولایت‌ها خود به نظر من مشکل است. ولایت مثلا امکانات دولت ما دارد. متاسفانه کیفیت خط شما هم خوب نیست آقای احمد ضیا. من باید با جبار از بغلان خداحافظی کنم، جاشو بدم به حبیب از لندن. حبیب، شما چی فکر میکنید؟ شما فکر میکنید که ساختار فوتبال پایه افغانستان در زمینه فوتبال زنان باید چطور تقویت بشه که بتونه در سالهای آینده استعدادهای خوبی شناسایی بشه؟ سلام عرض می‌کنم خدمت شما و هم بینندگان عزیز. به نظر من بودجه کافی ندارم، مثلا پشتیبانی خوب ندارن یا باشگاه باید یه جوری روی استعدادها خیلی باید توجه داشته باشن. به خاطر همین ما ظرفیت کافی نداریم. بگو این یه تیمی ملی ساختن که آسون نیستش. باید اینا پشتیبانی مالی داشته باشن که مثلا بتونن با روحیه با دست پر برگردن به کشورشون. به نظر من استعدادهای خوبی دارن دختر افغانستان و اینم مطمئن نیستم که مثلا مربی زن باید هم براشون باشه، مردم میتونه. ممنون از شما آقای حبیب. خانم ابوالفضلی، بیننده ها به موارد متعددی اشاره کردن که ممکنه از مشکلاتی باشه که زنان افغانستان برای روی آوردن به ورزش فوتبال باش روبرو هستن، از جمله امنیت، از جمله مسائل فرهنگی، از جمله مثلا حبیب گفتش که معلم مرد داشته باشن، مربی مرد داشته باشن، به مشکل برمیخورن. شما به نظرتون چرا رشته‌های دیگه با این مشکلات در زمینه ورزش‌های بانوان مواجه نیستن و فقط فوتبال با این مشکلات دست و پنجه نرم میکنه؟ در افغانستان یعنی اول از همه امنیت صحبت میکند. وقتی اگر امنیت باشد همه یعنی با آسایش زندگی میکند و میتواند به درستی به اهداف خود برسند. بعد از امنیت مشکلات سنتی خود افغانستان هست، چون که فوتبال یک پدیده خیلی جدید هست. ما تاریخ خیلی زیادی نداریم، یعنی میتونیم بگیم که 7 سال شده که فوتبال در تاریخ افغانستان آمده و این دخترایی که آمدن یعنی تاریخ ساز شدن، یعنی سالهای خیلی کمی هست. ما یعنی نیاز به سالهای زیادی داریم و کارهای زیادی باید انجام بدیم تا بتونه مردم ما یعنی با فعالیتایی که یعنی انجام بدیم سطح آگاهیشان بالا بره. و ما در این حرف نمیگیم که یعنی
امنیت وجود ندارد و یعنی تاریخ ما خیلی کم هست ما به این اتکا بکنیم. مگر ما خود ما آغاز کردیم که بتونیم یک فعالیت‌هایی داشته باشیم و علاقمندهای بیشتری در بخش فوتبال زنان پیدا بکنیم و با این میتونیم که باید نمیتونیم فوکس بکنیم که چرا تیم ملی ضعیف بوده و چرا نتایج خوبی گرفته. ما باید یعنی پشت از یعنی پشت این اگر بریم باید ما کارهای خیلی زیادی بکنیم، مثلا در مکاتب، در باشگاه‌های آزاد فعالیت‌های خود داشته باشیم تا بتونیم که از تعداد کثیری از مردم ما یعنی فعالیت‌های خود آغاز بکنیم تا بتونیم یک تیم ملی خوبی داشته باشیم. این از کجا پیدا میشه که ما در مکاتب بتونیم میادین ایجاد بکنیم، چون بله در مکاتب یعنی میادین ایجاد شود که ما بتونیم از طرف مکتب بازیکنان را جذب بکنیم و باشگاهی که وجود دارد باید کشور ما یعنی دولت مردای ما و سران دولت یعنی سرمایه گذاری بکنن بالای باشگاه تا بتونیم پس توجه بیشتر فدراسیون فوتبال افغانستان در زمینه فوتبال زنان رو شما خواستارش هستین. حبیب از لندن باش خدافظی می‌کنیم، احمد ضیا هم از بدخشان همینطور. یه نوبت شما ورزشی دیگه هم تموم شد. اگه شما پیشنهادی در زمینه موضوعات مختلف دارین میتونین برای ما بفرستید. ایمیل برنامه هست shoma@bbc.co.uk و ما همچنان خوشحال میشیم که نظرها و پیشنهادهای شما رو بشنویم. ازتون خداحافظی میکنم. شب و روزتون خوش.